سلام بچه‌ها، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. من سانیه هستم از بوکلند و خوش اومدین به دومین ولاگ با من. توی ولاگ امروز قراره بهتون بگم که چطور کتاب خوندن رو تبدیل بکنیم به یک روتین روزمره. در ادامه حرف ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنین و با من همراه باشین. 2000 years later. چطور کتاب خوندن رو تبدیل به یک روتین روزمره بکنیم؟ این سوالیه که برای خیلیامون پیش میاد و همیشه به این فکر میکنیم که اصلا کتاب خوندن رو از کجا شروع بکنم. بذارید سوالتون رو با سوال جواب بدم. شما چند سالتونه؟ توی چه سنی هستین که تصمیم گرفتین کتاب بخونید؟ یکم فکر کنین. 20 سالگی، 15 سالگی، 30 سالگی، حتی 60 سالگی. و اینم بهتون بگم که هیچ وقت دیر نیست. کسی که میخواد کتاب خوندن رو شروع بکنه اصلا ربطی به این موضوع نداره که چقدر تحصیلات داره، تو چه خانواده بزرگ شده، چه علایقی داره. اون میخواد شروع کنه کتاب بخونه، به بار علمیش اضافه بکنه و سطح فرهنگیش رو ببره بالا. این کار خیلی عالیه، ولی پیشنهاد من اینه که از سن خیلی پایین‌تر شروع بکنید، چون وقتی سنتون بره بالا به مراتب کتابایی که میخونین اضافه میشه. مثلا میتونین به اصطلاح پوز این رو بدین که مجموعه هری پاتر رو تموم کردین، مجموعه نویسنده مورد علاقه‌ام داستایوفسکی رو تموم کردین، کامو رو تموم کردین. این خیلی قشنگه توی جمع انگشت‌نما باشین و بخواین چند سطر یا چند خط از کتابایی که خوندین رو توصیف بکنین. من وقتی کتاب خوندن رو شروع کردم 6 سالم بود. 6 سالم بود. چون خیلی زود به حرف اومدم، خیلی زود نوشتن رو یاد گرفتم و مامان که دید من اینقدر خوندن نوشتن علاقه دارم خیلی واسم کتاب می‌خرید، کتابای داستان. من اولین کتابی که خوندم کتاب فلورانس بود، فلورانس نایتینگل، و خیلی ازش خوشم اومده بود. چند بار خوندم. یا همسنای من کسایی که سال 84 دنیا اومدن حتما شنیدن اسم این کتابا رو. دختر شیرفروش، این خیلی کتاب قشنگی بود و برای سن من یکم زیادی بزرگ بود، خب چون خوندن نوشتن رو شروع کرده بودم دیگه واسم زیادی نبود. کجا بودم چی داشتم میگفتم؟ کتاب خوندن از سن پایین که شروع بکنین توی جمع‌های مختلف، توی سطح‌های مختلف زندگیتون حرف دارین واسه گفتن. و من به چشم دیدم کسایی که مثلا تا مقطع دکترا پیش رفتن و حتی بلد نیستن تا کلمه باهات حرف بزنن، بلد نیستن بار علمی بهت اضافه بکنن. من نمیگم خودم خیلی عالیم، خیلی بارمه، خیلی حالیمه، اصلا اینطور نیست، اصلا این ادعا رو ندارم، ولی همینقدر میتونم پوز بدم که کتاب خیلی میخونم و اطلاعات خیلی زیادی در این باره دارم، چه فانتزی، چه جنایی، چه تاریخی، چه فلسفی واقعا مورد علاقه ترین من. و همونطور که چند دقیقه قبل گفتم اگر از سن پایین شروع بکنین خیلی زودتر به این مراتب میرسین که مجموعه های مختلف تموم بکنین. من از اونجای شروع کردم که گفتم 6 سالم بود کتاب خوندن شروع کردم و الان که 20 سالمه همین روند ادامه داره و کتاب خوندن کم کم تبدیل شد به روتین زندگی من، به یه چیزی که خیلی جدا ناپذیر بود از من، نمیتونستم ازش دور بشم. من حتی وقتی مسافرتم که میرفتم کتاب میبردم با خودم کتاب میبردم با خودم. با پی دی اف اصلا حال نمیکنم، چون معتقدم آدم باید بوی کتاب حس کنه، بوی اون صفحاتش باید حس کنه، مغز و استخوان آدم بره. و خب عینکیم، من عینک میزنم و پی دی اف خیلی برام سخته. من کتاب میخونم و به اصطلاح خجالت نمیکشم که بگم سر یک کتاب 1 ماه میمونم. مثلا کتاب ملت عشق، من 1 ماه کشید که این کتاب تموم بکنم. چند دور خوندم ولی 1 ماه کشید که این کتاب تموم بکنم. چرا؟ چون خیلی برام سنگین بود. شمس و مولانا اون چیزی نبودش که واقعا تو ذهنم بود و 1 ماه طول کشید که تمومش بکنم. ولی کتاب دنیای صوفی که یک کتاب خیلی قطع‌تر بود توی 1 هفته تونستم تمامش بکنم، حتی کمتر فکر کنم 4 روز بود تمامش کردم، چون فلسفی بود و خیلی ازش خوشم اومده بود. اگه این چالش رو ادامه بدین من کتاب خونم و خجالت نمیکشم که بگم هنوزم بعضی از روزا کتاب نمیخونم. گاهی اوقات به این فکر میکنم که اصلا چرا باید کتاب بخونم، تو جامعه زندگی میکنم که به این چیزا اهمیت داده نمیشه. ولی بعد به خودم میگم تو کتاب خوندن رو دوست داری، تو به خاطر جامعت کتاب نمیخونی، به خاطر خودت کتاب میخونی، به خاطر اینکه یه سری چیزا به ذهنت اضافه بشه و همین باعث میشه که ادامه بدم.
کتاب مورد علاقه‌ام کتاب بلندی‌های بادگیر از امیلی برونته هستش که یک کتاب کلاسیک عاشقانه است. من طرفدار عاشقانه نیستم ولی این کتاب خیلی مورد علاقه‌ام بود و چند دور، یعنی بالای 10 دور من کتاب خوندم، این خط به خطش رو حفظم. و اینکه به این فکر نکنین که من میخوام کتاب بخونم پس به یه جای آروم نیاز دارم، من میخوام کتاب بخونم پس باید برم کافه، من میخوام کتاب بخونم پس باید برم کتابخونه. بخوای کتاب بخونی تو شلوغ‌ترین جای ممکن کتاب بخونی. اینو من دارم بهت میگم، کسی که خیلی به صدا حساسه. ولی الان خیلی باهاش کنار اومدم، یعنی من ببر وسط عروسی من بخوام کتابمو میخونم. همه چی برمیگرده به عادتت، به اینکه تو چقدر میخوای که کتاب خون بشی. و یه چیزی هم بهتون بگم، با ترند پیش نرین. نگین مثلا کتاب خوردم کن معروفه پس من با همین کتاب پیش میرم، کتاب میراث هاسورن معروفه من با این کتاب پیش میرم. بعضیا با بلندراز شروع میکنن، با شازده کوچولو شروع میکنن، با بره ناقلا شروع میکنن. مهم شروع کردنه، تو فقط شروع کن میبینی چقدر بهت اضافه میشه. همین دیگه، رسیدیم به آخر ولاگ و من نمیدونم چقدر حرفام تونست روی شمایی که داری این ولاگ داری این ولاگ رو میبینی تاثیر بذاره، ولی امیدوارم که حداقل انقدر بتونه رو تاثیر بذاره و از امروز، فردا و حتی هفته بعد کتاب خوندن رو شروع بکنید. و ممنون میشم که نتایج این ویدیو رو، نتایج این تاثیر گذاشتن رو برام بنویسی و من با عشق تک تکشون رو میخونم و تک تکشون جواب میدم. همونطور که گفتم رسیدیم به آخر ولاگ. ممنونم که تا اینجای ولاگ با من بودین. امیدوارم سرتون رو درد نیاورده باشم چون خیلی خوشفکرم و خیلی حرف میزنم. و همین دیگه، ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنین و نظرتون برام بنویسین. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من بودین. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.